سلام، به شکم تیوی خوش اومدید. به دلیل مشکلات فنی این ویدیو رو من گویندگی میکنم. امیدوارم راضی باشین. همونطوری که تو پارت قبل دیدین، حسام و فری رفتن مافیای بندری، یعنی همون وحیدو. و اون که از تصویر پیدا واقعا چیز خاصی نبود، ولی پیشنهاد میکنم ویدیوی قبلی رو ببینید و چون تو این قراره برن سراغ مافیای فلافل امید، پس بریم ببینیم نظر بچه‌ها چیه. واقعا ارزش خوردن داره یا نه؟ چون این فلافلی هم تبلیغ زیادی به فود بلاگرها داده. پس بزن بریم ببینیم. شکم تیوی. عمو چقدر سرده عمو. خیلی سرد. ما اومدیم با پارت جدید، رفتیم خریدیم اومدیم. آقا این از این نوشابه داشتیم نخریدیم، نوشابه عمو وحیده. رفتیم به وحید میگیم زیرو داری؟ یارو میمونه نمیدونه زیرو چیه. راستی تو چرا رفتی اگه سوال کردید زیرو؟ کلا همین یه مدل داشت. سلام نکردیم. سلام به چنل خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم با پارت دوم کثیف‌ترین ساندویچی تهران. کی؟ بذار من سلام بگم. اینا خوبه من میذارم. سلام چطورید؟ سلامی دوباره. آقا امیدوارم ویدیو قبلی دیده باشید، این ویدیو هم دیده باشید، چون این ادامه ویدیو قبلیه و به درخواست شما رفتیم اینجا. اونم کجا؟ بمب امید. مافیای فلافل. فکر کنم فامیلش باشه امید و وحید. داداش نباشن به صدموش حس کنم. اما اصلا یه ساندویچ بمب امید میخوام بزنم به عشق آیسان اسلامی. بریم هم دیگه تستش کنیم ببینیم واقعا اون که دیگه داغون بود، اصلا ته جدول بود، اصلا تو در و دیوار بود، به در دیوار هم می‌زدی دیوار خورد میشد. وای دیدی آخر اصلا خشک شده بود، نمیشد بخوریش. اینجا هم هیئت جوری نه دیگه سرد شده، گربه هم آره یه گربه نیست اینجا مثل برعکس پارک لاله. امروز باید باشن تست کنیم. دندونام داره قط 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 میخوره به هم. آقا بریم بدویش. من برم لیوان بیارم تا اینا رو بکش بیرون. باش. آقا من بزرگترین مافیای هات‌داگ و فلافل ایرانم. میکس هات‌داگ فلافل با 6 قرص فلافل، یه هات‌داگ با مخلفات نامحدود فقط 75 تومن. 6 قرص فلافل با مخلفات نامحدود فقط 40,000 تومن. رنگ روغنم بکن، ما هر روز روغن عوض میکنیم. 50 تا فلافلت میدم فقط 100,000 تومن، نداریم بالا دست. ساندویچ همبرگر مخلفات نامحدود فقط 65,000 تومن. خدای فلافل ایران منم. پرچم امید همیشه بالاست، روزی 2 تن بار میفروشم. به خاطر همین به من میگم مافیای فلافل. 10 تا ساندویچ به هر کدومش خواستیم بخرین، یه نوشابه خانواده رایگان بگیریم. مافیای ساندویچ سالم ایران منم. ساندویچ فقط 40,000 تومن. 3 تا ساندویچ گرفتیم بچه‌ها. خب یه دونه فلافل، یه دونه همبرگر فلافل، یه دونه هات داگ فلافل. آره. ظاهرشو که من دیدم اونجا از وحید بهتر بود. حالا باید ببینیم تست کنیم ببینیم فلافلش بهتر بود، ولی همبراش نیستم. فکر کنم همبراش باید تست کنیم. از همون شرکتی که وحید میگیره اینا میگیرن. آره احتمالاً. آره. بریم تست کنیم. بذار بشکافمشون اول. سلطانو بکشیم بیرون. سرشو بگیر. خب این سهم منه، کشمیرم. خب الان کدومو از سمت خودت میگم شروع کن. اولیش میشه فلافل خالیه. آره دیگه اول فلافل خالیه رو تست کنیم. اینم بگیم بچه‌ها سس نذاشته. ساندویچ نوشابه قیمت همش هم شد 200,000 تومان. 60 تومن فلافل. اون یکی‌ها چند شد؟ 80 تومن. آره دو تا 80 تومن. نه فلافل 40 تومن. 40 عذر میخوام. فلافل 40 تومن بود، دو تا 80 تومن همین. آره ترکیبی‌ها. اینم بگم بچه‌ها متریال توشو خودمون پر کردیم، سلف سرویس بود و حسام ویدیو میذاره. خیلی چرک بود، خیلی، یعنی اصلا هر کی میومد دست می‌برد تو اون انبورا، داره انبورا میافتاد. ما خودمون گذاشتیم دیگه، حالا همین فقط پر کردیم بیایم. فلافلش من که تست کردم خوب بود مزهش. بریم اولین گازو بزنیم. تو تایید می‌کنی که تایید دیگه. خیارشور رو نگو عمو فری.
خیارشور که تعطیلات بود داداش. اصلا نیستش. اما بهتر نیست. این فلافل خالیه؟ فلافل خالیه. مطمئنی؟ بله. من میگم یه کاری کنیم. یه گاز بزنیم. یعنی تست کنیم. تموم نکنیم. بوجنا. بریم سراغ جنبندی و نمره دادن. ما یه ویدیو داریم تست فلافل. آره. دولت آباد که میاد حالا یا این ور یا اون ور. فلافلش بد نبود. خدایی فلافل خوبی داشت، مزهش خوب بود، تندی باحال و با نمکی داشت. تو نمی‌فهمی تندخوری، من که تندخور نیستم تندیش رو حس کردم. آره نبود واسه من. واسه تو عادی بود. ولی من که تندخور نیستم اون نمور تندیه رو حس کردم. باحال بود. محیط که خب اینو وحید کثیف، جلوش کلا کثیف. یه سلف سرویس داشت، کثیف‌تر از همه چی. که مثلا متریال خیلی نداشت. فقط 4 چیز گذاشتیم بیایم تست کنیم. جا نمیشد. واقعا هم حق پر کرد. آره. فلافلش من هستم. اوکی مزهش. نمره 8 رو بهش میدم. 8. آره نمره 8. فلافلش توش اشکالی نداره خوبه. 2 نمره‌ای هم که کم میدم بهش به خاطر حالا کثیفیش و کیفیت پایین خیارشورش و حالا متریال توشه. یعنی خود فلافلا و ساندویچ اوکی بود. مزه فلافلش رو دوست داشتم من. قرص فلافلش خوشمزه بود. کیلویی هم میفروخت. حتی خمیرش هم میفروخت. من فلافلش رو حال کردم خوب بود. ولی متریال توش تعطیلات. نظافت 4. البته 4 به خاطر اون سلف سرویس کثیفش میدم و جلوش خب کثیف بود اوکی ولی سلف سرویس خیلی کثیف بود. پرسنل هم که بدی ندیدم من ولی خشکی بود. 6 رو بهش میدم. 6 پرسنل 6. پرسنل 6. آره. کلا 8. یادت رفته بودیم اخلاص. عبدالعظیم یه فلافلی بود، فلافلی دایی. دایی. آره دایی. این دایی بهتر بود. بهتر بود به نظر من. مثل همون بود. خواستم بگم مثل من یه ذره بهتر بود داشت. این مزه حس کردم. مال دایی اصلا مزه نداشت. این یه ذره بهتر بود داشت از اون. به اخلاص و عربیه نمیرسید ولی از دایی بهتر بود. من کاری با متریال توش ندارم. متریال توی دایی از این بهتر بود. ولی مزه فلافلش هم مال دایی بهتر بود. نه من نیستم. من 6 میدم بهش. خدا 6 میدم. اصلا نیستم. منی که امروز نمیدونم چه راضی نمیشم با چی. واقعا خوب نیست داداش. داشون فضا رو من دیدم با این کیفیت خب معلومه نبادم باشی. من با فلافلش حال کردم. 8 رو بهش میدم. حالا بریم بقیه چیزاش تست کنیم ببینیم شاید نمره نگیره. نظافت هم اینو بهش مثلا من نظافت و این چیزا مثلا بهش میدم چون انبار اونجا بود. هر کس هم میومد از بیرون با دست برمی داشتم با انبار برمی داشتم. انبار تو خیارشور ما از انبار از وسط خیارشور دیگه دست نبردیم داخلش دیگه تو خیارشور بود انباره. یه تیم باید استخدام می‌کردیم کندوکاو کنن انبار پیدا کنن. رق نجات می‌خواست. اینو نبودم. این حالا در لحاظ بهداشت نمیدونم چرا بهش گیر نداد نمیدونم ولی خب 5 نظافت. خودش 6 نظافت 5 پرسنل غروب ربات کریم بودن بذاره. چرا خشکین؟ نمیدونم هم وحید هم امید مثلا بمب سعید میریم پرسنل خفن کاسبا همش اینجوری شدن نمیدونم. نه همشون نه داداش اینا اینجوریان. الان میبرمت بمب سعید ببین چه جوری رفتار میکنن. خودش باشه پرسنلش باشن خیلی خونگرم باحال. نمیدونم چرا اینجوریه. پرسنلش چند میدی؟ 5. میگم نصفش بده. من فلافل بچه بعدی هم نبود فلافلش خوب بود. بریم ساندویچ بعدی. همبر یا هات داگ؟ ما همبر رو بریم اول. خوش نشه. نه 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 دیدی؟ همبرش اینم چیزه. بکن همبر خود همبر وحیده. کسی مثل اونو ندیده. نکن دستاز پیازا رو دیدی؟ دیتیل نکنین. همبر وحیده. ولی اون ترمزه جیگر میداد این ترمزه پیاز میده. پیاز آره پیاز توش نکن. آره پر پیاز این. فلافلی که همونه بریم اولین گاز رو بزنیم. بریم تو کارش. ببینید من گاز زیادتر بزنم. اما فکر نداشتم مثل گاز زیاد بزنم من نمره واقعی ندارم بهش. من گاز زیاد بزنم حس میکنم. یزید تو اینه کندید میبری غذا رو. همبر همونه. اون ترمزه جیگر رو آشغالگوش میداد. این ترمزه پیاز میده. آره. اون دیگه خیلی مونده بود فکر کنم. احتمالاً. خب امتیاز اینو متریال تعطیل کرکسیف. حالا کاوش بد نبود. فلافل هم که خوب بود ولی همبر رو من راضی نیستم. خیلی داغون بود. هم بخوام این ساندویچ رو بهش به خاطر حالا همبر داخلش نمره بدم به خاطر فلافل و کاوش 5 با نونش 5. نه به اون 8 دادم این 5. 8 هنوزم سر جاشه.
وحیداش خود خالی ترکیبش شش با اینا نیست. ترکیبش با همبرو نیستم، نه اصلا همبره داغون بود. کش نداره از ساندویچ من. بابا اینجا افتاد. 5 پرسنل هم که گفتیم، نظافت هم گفتیم دیگه. آره. تو چند میدی؟ من میگم طعم چیز فلافل الان تازه فهمیدم. چون اون کثافت به دهنت خورد. آها شاده. الان قدر فلافل رو میدونی. پیش اون خورده لولش بیشتر بود. چند داده بودم؟ 6 داده بودم. آره 7 دیگه با یه اختلاف یه امتیاز 7 به خاطر جبران کردن اون غلطی که سر فلافل کرد. آره این فلافل خوب بود، بعد نه فلافل خالی خب مزهش نبود، نمیدونم نذاشتم خیلی گاز بزنی، داشت تو برسه اینجا تبخیر شد. راست میگی. من به معده نرسید، به من نظر بده. 2 تا گاز بزنم تا اینجا نرسید، هست شد. بس آره. 7 7 بریم ساندویچ بعدی. من بعدی بریم هات داگ امید، هات داگ فلافل امید. هات داگ فلافل امید. ترکیب وحشیه. اینم سوسیسش چه اینجوریه؟ الان بهت میگم. همونه؟ نه یا یعنی همون نیستش نه؟ نه فرق داره هات داگش. نه همونه همونه. این انقدر فلفل بهش میزنه. فقط ادویه چون نزده این سرخ میکنم، فکر کنم یه ادویه میپاچه روش. وحید همون متریال داغون، خیارشور کاوش بد نیست، کاوش خوبه. خیارشور داغون، گوجه هم ولا معمولی، خیلی معمولی مونده است، معلومه. بریم اولین گاز. همونه. بریم سراغ جنبندی، نمره دادن. اینم 5 میگیره به خاطر هات داگی که توش بود. از همبره خیلی بهتر بود، ولی بازم هات داگ داغونی بود. تیکه تیکه‌ای مثل سنگ توش خیلی زیاد بود. ببین کیفیتش رو بهتر کرده بود. سنگ نبود، خوش شده بود، مواد خوش شده. نمیدونم هر چی بود خیلی داغون بود. میگفتن ترقی تقتقی، این بود الان منظورش این بود. آره تو مال وحید درست شده بود، مزهش بد بود. این همون تقتقی قبلی است که بچه‌ها تست کرده بودن راضی نبودن. پس 5 اینا. 5 به خاطر فلافلش شده. مرد. بگو دیگه. همون 7 به خاطر فلافلش. جبران مافاتی که اول نمره کم دادی. نه علی اولیه چیه حالیم نمیشه. باشد به خاطر دست عبرت سایرین. تا دیگه به فلافل خوب نمره بد ندید. باید بد باشه که ما خوب احساس کنیم. اولیه بدی نبود که ما خوب احساس می‌کردیم. گاز بزن دوباره نمره بده. یه تیکه فلافل هم خالی بخور. The Bluetooth device is connected successfully. تازه الان یه داداش تو گاز نزدی، من نذاشتم گاز گنده بزنی. نصفش تبخیر شد تو به اسپاین، جذب رو گلوت شد. دیدی چه فلافل خوبیه. اگه بخوام نمره بدم، نمره‌ام پس میگیرم، همه رو 7 میدم. همه یکسان هست. همه یکسان، هیچ فرقی نکرد. با اینکه کیفیت بقیه اصلا داغون بود کنارش. فلافل داشت جبران میکرد. آره. اسم میکس و ترکیبی روشه، ولی خب اونها هیچ ارزش غذایی ندارن کنارش. اسمش خفن میشه، مثلا هات داگ فلافل یا مثلا همبرگر. نه قدیم بود، قدیم کافل داشتیم با کالباس میزدن، کالباس فلافل داشتیم. میگم فقط چیز اسم خفن کرده. اصلا این ترکیبی ها قدیم سم بود. فکر کنم 7 چنار میداد اینا رو، اگه یادم باشه قدیم ترکیبی میداد، ولی اصلا نزدیک هم نبود به اونا ترکیبیاش. بعد از همه بیشتر چیز از تو ذوق من اون سلف سرویسش رو حسام ویدیو گرفته. آخه چه چیز چرکیه بابا، فلافل به این خوبی داری میزنی، نونت خوبه، یه ذره کیفیت حالا مخلفات تو بیشتر کن، اون سلف سرویس هم یا جمع کن. آره یا یه ذره بهترش کن، مثلا یه محصول بذار بالا سرش خودش آره. بریزه یا مرتب کنه تون تون. مثلا خیلی هردنبیل افتاده بود توش، باید شیشه میزدی پیداش میکردی انبرو. بعد مردم همه از وحید بهتر بود داداش. امید وحید بهتر بود، فلافلای خوبی میزد. آره. کیلویی میفروخت، فلافل فروش خوبی بود، ولی به نظرم جزء آره شلوغ‌تر از وحیدم بود. آره. به جز فلافل من میگم کار دیگه نکن، سوزونم خراب نکن خودتو. آره برو بچسب به فلافل تخصصی، فلافل بفروش. قاطی مافیا نشو. مافیای فلافل باش. آره به خدا فلافلاش خوبه. فقط فلافل. یه ذره قوی‌ترش هم بکن، مافیای واقعی فلافلشو. فکر کنم وحید به همبرا رو انداخته، با هات داگ انداخته وحید. حواست بخیر. ولی دیگه نه هات داگ و همبرای امید نیست، مال وحیده. حالا شاید داداش باشن، ما نمیدونیم، ولی اگه بچه‌ها اطلاعی دارن تو کامنت ها بنویسن. اینم آقا پارت دوم
مرسی تا آخر ویدیو همراه ما بودید. من مرسی از توجه قشنگتون. اگه دوست داشتین همچین ویدیوی تو پارک میسازیم بیرون براتون میگیریم و یه خورده متفاوت تر باشه. ما هر ویدیو سعی میکنیم یه خورده لوکیشن ها فرق کنه یا مثلا لوکیشنمون متفاوت باشه که شما خسته نشید. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت بذارید و اگر چنل سابسکرایب نداری برای اولین بار ببینید حتما چنل سابسکرایب کن. 100% اون زنگوله هم بزن کمافری. ویدیوهای دیگه خیلی جا پیگیر نمونده. زنگوله هستش. آقا اینم از مافیای فلافل. حرفی سخنی که خیلی دوستتون داریم زیاد. دمتون گرم حمایت میکنید، پشتمونید. تا هفته بعد که ویدیو هم میاد. خداحافظ. بوس بهتون. ماچ بگلت. شکم تیوی چرا میگی جایی نداری آخر هفته بری؟ شکم تیوی چرا میگی سیری؟ شکم تیوی